چرا همه سینگل موندین؟ قضیهش چیه؟ توقعتون بالاه؟ اون چیزی که میخواین رو تو جامعه نمیبینین؟ یا زیاده خواهین؟ چیه مشکلتون؟ اگه تو هم سینگل موندی تا آخر این ویدیو گوش کن، میخوام راه حل بهت بدم. وای راه حلای من. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ خوش برگشتیم به کانال یوتیوب من. قراره امروز با هم دیگه آرایش کنیم، یه ذره قور بزنیم. ببین من دیروز با نوید رفته بودیم رستوران. خب بعد تو این رستوران که من نشسته بودم، همینجوری این ور اونورم که نگاه میکردم، دیدم یه طرف مثلا مرد اومده تنهایی سر میز نشسته، یه گلاس واین هم دستش داره، همینجوری واین میخوره و سینگل تنها، هیچکی نبود باش. خیلی عجیبه برام. اینجا استرالیا تنهایی میان رستوران، تنها میان غذا میخورن و برای من خیلی عجیبه. یعنی منو بزنیم تنهایی رستوران نمیرم. اینجا تنهایی میرن رستوران، تنهایی میرن سینما، تنهایی میرن پارک، تنهایی میرن مسافرت. مسافرت من میگم خیلی حال میده و اینا. ولی چرا اصلا اینقدر ما سینگل زیاد داریم؟ یعنی من با دوستای ایرانم حرف میزنم، میگن همه اینجا دارن پیش میارن به سوی سینگل. یعنی اونایی هم که ازدواج کردن طلاق گرفتن و یا اونایی هم که تو رابطه‌ان زیاد هپی نیستن با رابطه‌شون. به نظر شما چرا اینجوری شده؟ چی داره تاثیر میذاره روش؟ اون چیزی که من دارم فکر میکنم تو هم داری فکر میکنی بهش؟ سوشال میدیا. متاسفم ولی واقعا بزرگترین چیزش سوشال میدیا لعنتیه که داره تاثیر میذاره روی توقع، سطح توقع جوانامون، روی سطح توقع حتی خود من. شب خوابیدی اینجوری داره اسکرول میکنی، میبینی آره دخترت همینجوری که دارم حرف میزنم آرایش هم بکنم، نه میره نگاه میکنی میبینی دخترت استوری گذاشته، وای عشقم ممنون، یه دسته گل بزرگ پسره بهش هدیه داده. بعد من نگاه میکنم به سقف مثلا. خب عشقم تو نمیدونی که پشت اون زندگی چیه؟ پشت اون زندگی ما هیچ کدومون نمیدونیم. طرف خوشحال نیست، اصلا اون دسته گل شاید خودش برای خودش گرفته، اصلا پسر خبر نداره. ببین اینقدر کمبود وجود داره که شاید باورت نشه. من یکی از دوستام، اگه داری منو ببینی سلام بهت میکنم، این اینجوری بود. روزای ولنتاین دوست پسرش براش چیزی نمیگرفت و خودش برای خودش میگرفت و میذاشت تو سوشال میدیا هپی ولنتاینز مثلا، تانک یو بیب مثلا، چرت و پرت. خب مثلا که هر چی که میبینین رو باور نکنین. واقعا همه تو رابطه هاشون یه مشکلی دارن، هر شخصی یه مشکلی داره. اول راجع به دخترها بگم، یعنی دخترها توقعشون یعنی اینقدر رفته از اون پسر بدبخت بالا. خودم به عنوان یه دختر دارم میگم دیگه، حالا قبل از اینکه منم نویدو پیدا کنم و اینا همین جوری بود دیگه. طرف باید پول داشته باشه، طرف باید از لحاظ مالی اوضاعش خوب باشه، نمیدونم باید خونه داشته باشه، باید ماشین داشته باشه، ویکندا باید ببرت بیرون دیگه. مگه میشه تو یه ویکند خونه بمونی پارتی نکنی؟ اگه پسر دوستت داشته باشه باید ببرتت بیرون، باید خرجت کنه. خب این طرز فکر همه دختراست و این خیلی اشتباهه. خب از همون اول مخصوصا تو شرایط الان ایران خیلی سخته که یه پسری رو پیدا کنی که الان همه اینا رو داشته باشه، بتونه خرجتو بده، بتونه ساپورتت کنه، بتونه ببرتت بیرون، هر هفته بتونه ببرتت بیرون. خب سخته، نمیشه واقعا الان دیگه. برای همین همه الان سینگل موندین و منتظری پسرای آرزوهاتونین که پیدا نمیشه. ببین بعضی از چیزا of course من همه دوست دارن که دوست پسرشون پولدار باشه، کی بعدش میاد. خب ولی بعضی موقع میبینی که یه جوری شده جامعه، خب داره یه جوری اینجوری پیش میره دنیا که تو دیگه تنهایی میبینی یه پسر نمیتونه اون زندگی رو مثلا بسازه. قبلا مثلا میگفتن آره طرف تلاش نمیکنه، خب تلاش نمیکنه به اون موفقیت نرسیده پس پسر تنبله. خب الان طرف داره خودش هم پاره میکنه باز نمیرسه، خب اون گناه داره. مثلا میدونی چی میگم؟ این طرف داره هر روز میره سر کار، داره
سعی میکنه پول در بیاره، ولی خب تو کشوری که نمیتونه پول در بیاره، ببین اینا رو فقط راجع به ایران نمیگم و به خدا قسم، حالا همه آف کورس میدونم که شرایط ایران خیلی بده، خیلی بی پول زیاده. الان احتمالاً کسی که داره از ایران میبینه میگه خفه شو بابا، تو که استرالیایی تو چی میگی؟ به خدا قسم اینجا هم گرونه، به خدا قسم که یعنی همه دارن از گرونی میگن. یعنی میری تو شاپینگ سنتر، من قشنگ یادمه اینجا حالا یه سوپرمارکت داره، ببخشید من هی بس میشه، اینجا یه سوپرمارکت داره اسمش کلزه. من قبلا ترولی کلزمو که برای خونه خرید میکردم، گوشت و مرغ و اینا رو با $100 پر میکردم. الان ما نوید میریم خرید، زیر 500-600 $، تو نمیتونی بیای بیرون. ماهی مثلا خرید میکردیم، حالا $100 هم حالا دروغ نگم، $100 $150. کسایی که استرالیا میدونن یهو همه چی رفت بالا و درآمد همونقدر موند. خب منظور اینه که فقط ایران نیست. آره ما به شدت ایران نیست، ولی بیپولی همه جا. بعد الان دخترها توقعشون اینه که آره مثلا دوست پسره 100% همه چی رو بده. وقتی میریم رستوران پسره باید خرج کنه، وقتی که میریم بیرون پسره باید خرج کنه، پول ناخون، پول موجه، پول لوازم آرایش، میریم بیرون دست میزنم روی این برام بگیره. و پسری که این کار رو نکنه آفکورس به چشش بده دیگه. پسره مثلا خسیسه، پول خرج نمیکنه. خب بابا بدبخت نداره، خب چه کار کنه؟ وقتی نداره از کجا بیاره مثلا پول خرج کنه؟ ببین اینجا که استرالیاست، اینجا 50-50 همه چی 50-50. یعنی طرف به خدا دیت اول فکر کنم، حالا اونایی که استرالیان کامنت بزنین بگین من درست میگم یا نه. دیت اول به خدا دیت اول به خدا طرف مثلا 100% پول رستوران رو میده. دیت دوم سوم هم حالا بگیم اگه خیلی پسر خوب باشه یا مثلا میدل ایسترن باشه، پول مثلا غذا و رستوران رو بده دیگه. وای چقدر شد دیگه. مثلا دفعه دوم سوم دیگه میگه برو بابا 50-50 بده بابا، اگه نمیخوای بای بای. اصلا وجود نداره که آره حالا همه پولو کامل بیاد پسره بده. بچه میبینی من 2 کار نمیتونم بکنم. وای قبلا اینجوری نبودم، امروز اینجوری شدم به خدا. نمیتونم هم بلند کنم هم حرف بزنم یادم میره. بعد اصلا وجود نداره. حالا آره مثلا پسری که میدل ایسترنن از مثلا عربا و اینا، خب اونا مثل ایرانیان، خب شخصیت هم مثل ایرانیان، ولی اونا هم الان یاد گرفتن و اونا هم الان اینجوری نیست دیگه. خیلی کم هست، خیلی کم که اصلا طرف حالا اینجوری باشه، که متاسفانه تعداد خیلی کم هم گرفته شده. دخترای عزیز وجود نداره. بعد ببینیم کل مثلا لذت اون رابطه اینه که تو همه چی با هم دیگه بسازی. این چه حالی میده طرف همه چی داشته باشه تو بره بشینی سر خون زندگی؟ حالا اونم خوبی خودشو داره میدونم، ولی خب الان که شرایطش نیست، الان هیچ کس اونجوری نیست. خب پس یه دردی بعد به سرمون بگیریم، یه گلی بعد به سرمون بگیریم دیگه. هم چیز داریم اگه گلی رو میگم به سرمون بعد بگیریم. آره از اونم فهمیدی. الان میخوای چیکار کنی؟ تا آخر عمرت میخوای تنها سینگل بشینی تو خونه، یه سگ بگیری، یه حیوان بگیری، نازش کنی، پیشی؟ پلنت چیه دقیقا برای آینده؟ یه ذره شل کن، یه ذره چیش میگن، من نمیگم معیار نداشته باشین برای خودتون، نه داشته باشین، ولی دیگه اونقدر هم صفر نه دیگه. میدونی یه چیزی که منطقی باشه و با عقل جو در بیاد. خب of course اگه مثلا معیاراتون دروغ و خیانت فلان و فلان و فلان رو نمیگم اونا رو بذار کنار، نه of course اون خط قرمزه، اون خط قرمز ها رو داشت رد میشدی اصلا سمتش نرو. خب که مثلا با یه پسر خارجی وارد یه کافه بشی، خب و دوست پسرت باشه اینجوریه که میگه تو زنی میپرسه های what would you like today، مثلا امروز چی میخوای؟ میگه مثلا یه دونه کافه لاته میخوام. بعد نمیگرده اینجوری بگه که خب تو چی میخوای؟ تو چی دوست داری؟ بعد جفتشو با هم دیگه پول بده. به ندرت این اتفاق پیش میاد. اینجا که طرف بخواد پول تو کافیه تو هم بده، پول قهوه تو هم بده. خب
و بی احترامی هم نیست و این بی احترامیه که تو وایسی عقب. مثلا میدونی اگه وایسی عقب طرف بهت میگه عزیزم بفرمون جلو. خب میگه که خودت باید پول خودتو بدی، اصلا چیز وجود نداره. بعد گفتم این چیز خیلی حالا قشنگی هم نیست که حالا وایسی عقب مثلا طرف بره مثلا پول بده و اینا. شاید دفعه اول دفعه دوم حالا پولتو بده و اینا، ولی دفعه سوم کلا دیگه با بیرون نمیگم. اصلا اینجا همچین چیزی وجود نداره. یعنی حتی چی بهش میگن، مثلا خانواده، توی خانواده هم حتی همچین چیزی اصلا وجود نداره. مثلا تو با خانواده خودت بری مثلا بیرون، من و خواهرام مثلا اگه با هم دیگه بریم بیرون، اگه استرالیایی بودیم، هر کی پول خودشو میده. اینجوری نیست که خواهر بزرگه پول همه رو بده. میدونی چی میگم؟ خیلی فرق میکنه. خب بریم سراغ گروه بعدی، پسرامون. آقا پسر امروز اومدم به همه گیر بدم، ولی خدایی آقا خیلی نامردیه. توقع شما که دیگه اصلا از دخترها یه چیز دیگه است. یعنی اینا توقع دارن، این دسته از گروه، این دسته از گروه هم توقع دارن. خب برای همین اینجوری جز اینجوری به هم که میخورین جرقه میزنین. آقا چتونه؟ آف کورس که نمیشه یه مریم مقدس پیدا کرد، یه دختر پولدار پیدا کرد، یه دختر خونه دار پیدا کرد، دختری که هیکلش خوب باشه، باشگاه بره. نمیشه، پیدا نمیکنی، هم چیزی وجود نداره. خب اگه میبینی که دوروبریاتون همچی دختری رو دارن، بگو بهشون که صرف بچسبن، چون 1 در 1000، 1 در 2000، 1 در میلیون همچین دختر وجود داره. خب که همه این 5 تا چیز رو با هم دیگه داشته باشه. یعنی طرف میخواد هم دختر خانواده دار باشه، از خانواده خوب اومده باشه، خانواده تحصیل رو بهتون بگم، حتما باید educated باشه، حتما باید درس خونده باشه، پولم در بیاره، توی خرج مخارج خونه هم کمکم بکنه. نه نداریم، نگرد برادر من. نمیتونی چیزی که خودتون نیستین و از طرف مقابلتون توقع داشته باشین. خب خودت مگه بادی بیلدر بزرگی که مثلا جهانی؟ آره اگه بادی بیلدر بزرگ جهانی، مثلا هیکلت خیلی خوبه، توقع اینه که دوست دخترت هیکلش خیلی خوب باشه رو داری. ولی نمیتونی توقع اینو داشته باشه که طرف حالا اون هیکلش خیلی خوب باشه ولی اون درسرم خونده باشه، خانواده خوبرم داشته باشه، بعد دیگه سر کارم بره، بعد دستپخت دختر کدبانو تو آشپزخونه برات از این ور آشپزخونه بره اون ور. نه چیزی وجود نداره، دنبالش هم نگرد، پیدا نمی‌کنی. بعد چی کنی؟ چیش میگن بالا تا پایین برای خودتون تیبل مثلا بذارین، کلمه‌ش رو یادم رفته چی بهش میگن، بالا تا پایین شماره 1 2 3 4 5 6 اینجوری برای خودتون بزنین کدوم براتون با ارزش تره. حالا یه ذره هم کوتاه بیارین، یه ذره اون توقع رو بیارین پایین‌تر، دنیا خیلی جای بهتره میشه. و تو دختر خانم خوشگل که داری من نگاه میکنی، تو هم همینطور یه ذره توقع تو بیار پایین‌تر، یه ذره سعی کن که کمتر گیر بدی، یه ذره دستت تو جیب خودت باشه، حواسم بهت هست. همین دیگه، یه ذره توقع تو بیار پایین‌تر. اون پسر رویاهایی که همه دخترها توی ایمیجینیشنشون هست وجود نداره واقعا. و اینکه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، بذار بکنم. میخواستم اینو بگم که حتما من اینو نمیگم که 100% پاپولیشن آدمای دنیا باید برن تو رابطه، نه، ولی فقط این ویدیو رو ساختم که بگم که این تعداد این آدمه، این جمعیت داره خیلی زیاد میشه و این نورمال نیست اصلا. خب حتی توی چت جی پی تی، از چت جی پی تی عزیزم کمک گرفتم، نوشته بود که همینجوری داره میره بالاتر و آدما دارن کمتر میرن تو رابطه و دلیلش هم کامل گذاشته بود رو سوشال مدیا که چقدر داره تاثیر میذاره. متاسفانه روی هممون داره تاثیر میذاره. یعنی طرف ازدواج کرده، رابطه خودشو با سوشال مدیا اینجوری چیش میگن مقایسه میکنه، رابطه خودشو مقایسه میکنه
با سوشال مدیا. طرف توی 6-7 سال رابطه است، دوباره رابطه خودش داره مقایسه میکنه با رابطه سوشال مدیایی که دختره داره از 30 ثانیه اون روزش میذاره، از لحظات عاشقانش داره میذاره. این همش فیکه. خب اگه یه نفر فیلم میذاره اینجوری دستش تو دست دوست پسرش فیلم گرفته، یه گل روز هم اینجوری گذاشته با یه خرس، بدون که انتخاب کرده که تو از من اون قسمت رو فقط ببینی. خب اون موقعی که میرن تو خونه یا اون موقعی که میشینن تو ماشین از مقصد A به مقصد B دعوا و جنگ رو تو نمیبینی که. برای همین خودتون رو با سوشال مدیا لطفاً مقایسه نکنین. و همین دیگه، رسیدیم به آخر ویدیو من. کل اون چند دقیقه‌ای که من داشتم تون حرف می‌زدم همین رو فقط می‌خواستم بگم که یه ذره توقعاتون رو کم کنین و 100% اون پسر یا اون دختری که می‌خواین وجود داره و میتونین یه رابطه خیلی قشنگ با هم دیگه بسازین. و اینو همیشه یادتون باشه که یه رابطه قشنگ یه شبه نیست، یک شبه اتفاق نمیفته. آبجوتون که اینجا نشسته بعد از 500 جلسه کاپل تراپی، نمیدونم تراپی خودم، تراپی نوید، فلان چلان، الان 7 ساله که با هم دیگه. برای همین برای رابطتون باید بجنگین. خب و اگه رابطتون رو دوست دارین باید براش بجنگین. نمیتونین سری کات کنین و نمیدونم سری گیواب نکنین. of course اگه رابطه میبینین داره اون خط قرمزاتون رو داره طرف رد میکنه میره جلو، of course که کات کن، of course که اون آدم به دردت نمیخوره. ولی سری چیزای چرت و پرت اگه میتونی بسازی بساز. و همین دیگه. حالا راجع به این بساز در آینده ویدیو میخوام براتون بسازم. پارت 2 درد و دل آرایش دیگه براتون میکنم. همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو منو دیدین. نظرهای خوشگلتون رو کامنت کنین ببینم که شما چی فکر میکنین دیگه. بعد اینکه به من بگین دوست دارین از این ویدیو بگیرم با هم دیگه آرایش میکنیم و اینا یا نه. همین. مرسی که دیدین منو. بای بای. جلو آینه دیدم چه آرایشی کردم، کرم بود اینجا هم پچی فکر کنم ویدیوهای بعدیمو آرایش نکنم، فقط بیام حرف بزنم. بگم خیلی سنگین ترم نمیتونم هم حرف بزنم هم آرایش کنم. خلاص اگه هرست دادم داشتی نگاه میکردم گفتی وای کرم بود اونجاشو بزن و اینا، شرمندم، ببخشید.